زموږ سره په خبرونه کې ښاغلی محمد تقي یوسفي هم یو ځای شو چې ده ته د اختر مبارکي وایم. تقي صاحب محترم، اختر مو مبارک، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه چې دلته استودیو ته راغلئ. سپاسگزار هستم. سلام عرض ارادت شاد باش خدمت شما و همه میهنان نازنین و خدمت همکارای محترمتان و خدمت بینندگان محترم تلویزیون افغانستان. انشالله که همیشه صحتمند و سلامت باشین. عید فطر و بهار را خدمت شما و خدمت همه میهنان نازنینم و دوستان نازنینم، بخصوصا دوست نازنینم جناب رئیس نعیم شمس، یک از بزرگان و شخصیت فرهنگی و اجتماعی مردم عزتمند افشار هستند. انشالله که برای همه شما بهترین ها را آرزو میکنم. خیلی خوشحال هستم که در کنار شما هستم. سپاسگزار از دعوتتان. ډیره مننه. څنګه اختر یې سپیڅه څنګه اختر را پیل کړ؟ الحمدلله، خدا را شکر. عید خیلی خوبی هست و الله متعال امروز که عید نصیب ما و شما کرده و یک عید سعادتمندی است برای ملت شریف افغانستان و یک عید هست همبستگی و اتحاد مردم ما و شما، بخصوصا در این روزها. و خب زندگی ما و شما مردم همیشه قصه های زندگی ما قصه های تلخ و شیرین بوده و امیدوار هستم که بعد از این مردم ما و شما همبسته شود، اتحاد شود و این عید را یک عید نیک بدانه برای خودشان و همبسته شود، اتفاق شود. بعد از این قصه های زندگی ما مردم شیرین باشه، قصه های خوشی باشه، لبخند در لبهای مردم ما و شما جاری باشه. و واقعیتش خدمتتون عرض کنم که رادیو تلویزیون ملی افغانستان خانه همه اقوام افغانستان هستند و خیلی من خوشحال هستم امروز که یکی از بهترین کادرهای افغانستان دعوت کردین و خیلی خوشحال هستم که امی اتحاد همبستگی در بین مردم ما و شما ایجاد شود و صمیمیت رقم بخوره. هرچی که ما و شما بتونیم در عید همبستگی خود ما و شما گسترش بدیم و اتفاق داشته باشیم و همبسته باشیم، ما میتونیم به بالای بلند برسیم. خوشحال اوسئ. ډیر مننه. قدرمن اسلامیار صاحب، خپل موضوع ته به ادامه ورکوم. مخکې یادونه وکړه چې کوچنی اختر او لوی اختر دواړه فلسفي لري، دواړه خپل یو شالید له ځان سره لري. خپل مسلمانان ولې کوچنی اختر لمانځي؟ دې فلسفه په اړه کار ته وایي. مهرباني. بخیر باشین جناب کمال صاحب، تشکر از سوال زیبایتان. بدون شک همیشه ما و شما در بحث‌ها یاد کردیم که هر عبادتی که از جانب الله سبحانه و تعالی بالای ما و شما فرض گردانیده شده و هر شعیره‌ای که با عنوان شعائر دینی ما پنداشته میشه یک سری از حکمت‌ها و فلسفه‌های وجودی لازم و بارز خود داره. هرگاه بیم به اصطلاح مکتبی و دانشگاهی صحبت بکنیم پیرامون ای که فلسفه وجودی اید یعنی چیست؟ آنچه که بسیار زیاد دین مبین اسلام همیشه در نصوص و متون و منابع و مصادر تشریع ما برای ما بسیار زیاد تاکید و ترکیز داشته او است همان بحث وحدت مسلمین است. یعنی اسلام بسیار زیاد پیرامون وحدت، حتی گفته میتونیم یکی از ویژگی ها و ممیزات بسیار زیاد بارزی را که قرآن و احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم داره و دستورات لازم و جازمه داره همان رسیدن امت به وحدت است. مثلا ما آیت داریم که الله سبحانه و تعالی بیان میکنه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا در حقیقت یک درس بسیار زیاد بزرگی است ما که در جامعه ای که سراسر مملو از عصبیت و قوم پرستی است، الله سبحانه و تعالی می دستور اتحاد و به اصطلاح تمثیل ایره که امت به سمت اتحاد و اتفاق حرکت بکنه به ما میده. و به همین ترتیب جناب کمال صاحب گرامی در حجت الوداع زمانی که پیامبر علیه السلام به 100,000 صحابه به 100,000 صحابه خطبه جامع و شامل خود بیان میکنه، یکی از موضوعات بسیار زیاد مهمی که وجا بحث میشه همان بحث اتحاد است که رسول معظم میگه لا فضل عربی علی العجمی ولا عجمی علی العربی، یعنی هیچ عربی بر عجمی و هیچ عجمی بر عربی برتری نداره. بنابراین پیام اید، درس اید و آنچه که اید بر ما به اصطلاح به تمثیل میگذارد درس اتحاد است، درس صمیمیت و درس ای است که ما به سمت اطلاع و به سمت اتحاد و به سمت همفکری و متحد در نیت و در فکر و در ذهن و در عمل حرکت بکنیم. و همچنان جناب کمال صاحب گرامی اید علاوه بر ای که پیام وحدت بخش است، اید یکی از فرامین الله سبحانه و تعالی است و یکی از دساتیر رسول معظم صلی الله علیه و سلم است. قسمی که رسول معظم به ما الگوی حسن است و آنچه که رسول الله بر ما داده ما باید به او عمل بکنیم، به آنچه که رسول الله از ما را منع کرده باید اجتناب بکنیم. و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. بناهن در فلسفه سیومی اید گفته میتونیم که همان بحث اید
بحث گسترش صمیمیت دوستی و برادری است، آنچه که اسلام بسیار زیاد توجه و ترکیز میکنه بالای از او. یعنی عید در حقیقت خود تعریف لغوی و اصطلاحی عید در حقیقت به معنای مثلا عید میگن که از عود گرفته شده. عود به معنای تکرار و برگشت است. عود به معنای تکرار و برگشت است. برگشت از کینه ها، برگشت از حسادت ها، برگشت از خشم و کینه‌توزی و عدم اتحاد. و امام نووی رحمه الله پیرامون عید بسیار یک تعریف زیبا داره، میگه عید به معنای برگشت انسان به سمت مسرت و خوشحالی و به طرف جذابیت و زیبایی هاست. یعنی ما تمامی نقاط ضعف، نقاطی که باعث میشه شیرازه اتحاد و اتفاق جامعه مسلمین از میان برداره را کنار بگذاریم و به سمت اتحاد و اتفاق و همدلی و به حبل الله حرکت بکنیم. بنابراین کمال صاحب ما نباید فراموش بکنیم که بحث اتحاد مسلمین، بحث برادری و صمیمیت از جمله امورات بسیار زیاد مهم و قابل توجه در دین ما است. مثلا زمانی که واقع فتح صلح حدیبیه صورت میگیره در سال 6 هجری، بسیار کوتاه این حدیث خدمتتان بیان میکنم. حضرت رسول معظم صلی الله علیه و سلم زمانی که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه را به عنوان سفیر خود پیش قریش روان میکنه، مردم قریش حضرت عثمان به اصطلاح یک مدت نگاه میکنن. اینجا شایعه میشه که گویا حضرت عثمان شهید شده. پیامبر علیه السلام میآید اینجا بیعت الرضوان یا صلح حدیبیه را زیر یک درخت میشینه و بیعت مبنی بر جهاد میکنه. اینجا تمامی صحابه با رسول الله بیعت میکنه، اما حضرت عثمان نمی بوده باشه. بحث ما سر دوستی است، بحث ما سر اتحاد و اتفاق است که اسلام بسیار توجه داره و یکی از پیام های عید است. حضرت رسول معظم اسلام دست خود بالای دست خود میمونه، میگه این دست عثمان است، به نمایندگی از دوست خود میگه هذه ید عثمان، این ید عثمان است. یعنی اگر عثمان زنده می بود بدون شک به امر خیر مبادرت میکرد و امروز این بیعت به کار خیر میکرد. بنابراین ما فراموش نکنیم که بحث عید همان رنسانس و نوزایی و تجددگرایی ماست به سمت اطلاع فرهنگی و به سمت ای که ما همزیستی و زندگی مسالمت آمیز و برادرانه و با اخوات داشته. ډېر مننه قدرمن استاد یوسفي صاحب محترم، وخت کم دی، پیغام ورته دی څه ولرئ هیوادوال ته مهرباني وکړئ. سپاسگزار هستم از همه هموطنان نازنینم که تا این قسمت برنامه به طور مستقیم پخش زنده ما و شما را همراهی کردن و من خیلی خوشحال هستم. جناب استاد بزرگوار یک از بهترین کادرهای افغانستان است، واقعا کادرهای علمی هست. ما چه در حضور اینا و چه در غیاب استادای بزرگوار و فرهیختگان افغانستان، سرزمین زیبای افغانستان داریم که واقعا به دستاوردهای اینا افتخار میکنیم. پیام ما برای همه هموطنان نازنین و دوست داشتنی و خدمت همه بیننده‌های محترم تلویزیون ملی افغانستان این هست: بیاییم ما و شما اتحاد و برادری داشته باشیم و در کنار همدیگه خود باشیم. به فکر عظمت سرزمین زیبای افغانستان باید باشیم. الله متعال افغانستان آنقدر زیبا آراسته و آرایش کرده و هر سمت سوی افغانستان بریم پر از نعمت است. افغانستان ما سرزمین پر از گنج است. ما و شما باید اگر گنج داریم نباید کله پر از رنج داشته باشیم. اتحاد، اتفاق. امروز دنیای علم تکنولوژی است، دنیای فناوری است. بیایم ما و شما در قسمت تعلیم و تربیت خود بسیار زیاد کوشش کنیم، روحیه و انگیزه به همه شاگردای سرزمین بدیم. سپاسگزار هستم از دعوتتان. ما از اینجا میریم به سوی خانه، شما رو میسپاریم به خداوند یگانه. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. د قدرمن اسلامیار صاحب خواجه امین اسماعیل اسلامیار صاحب د پوهنتون استاد څخه ډېره مننه کوم. همدارنګه یوسفي صاحب له تاسو مننه.